سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. تحلیل این هفته متفاوت هست با تحلیلای دیگه. دوست داشتم که ویدیو بگیرم براتون به خاطر اینکه توی ویدیو میتونم توضیحات بیشتری در رابطه با تحلیل طلا بگم. یه تحلیل برای این هفته داشته باشیم. از تایم فریم روزانه شروع میکنم. به بچهای لایف بارها توضیح دادم راجع به استراکچر روزانه که خیلی مهم هست و دلیل اینکه خیلی حالا توی این چند وقت دارن استاپ میخورن به خاطر این رنج روزانه هستش. و در نظر داشته باشید مارکت نزدیک به حمایت‌های روزانه است و این حمایت‌ها روی چارتتون ترسیم بکنید، چون از این ناحیه‌ها مارکت یک ریاکشن خوبی خواهد داشت و اگر بخواد اون ناحیه‌ها رو رد کنه تا کف رنج میتونه بریزه. به خاطر همون من یه تحلیل جامع براتون ارائه میدم توی این ویدیو که بدونید باید چی کار بکنید. اولین نکته این هستش که سقف مهم من در حال حاضر سقف 3374 هست. استراکچر مارکت تو 15 دقیقه نزولیه، توی روزانه صعودیه و چون توی 15 دقیقه نزولی هستیم و هنوز هیچ تغییر ساختار صعودی نداریم، خب میتونه بریزه. یک نکته‌ای که به بچه‌های لایو گفتم در رابطه با لول 3337 بود. 3337 توی تایم فریم هفتگی دلیلش رو گفتم چرا خیلی مهمه و خیلی مهمه که توی 1 ساعته و 4 ساعته یک کلوز کندل زیر تمام این شادوها داشته باشیم. در این صورت ما میتونیم 3315 رو برای اولین لول ببینیم. اولین لول روزانه هستش که ریاکشن بهش مهمه. ناحیه اول حمایتیمون 3304 تا 3298، 3290 تا 3285. اگه مارکت بیاد زیر 3284 خیلی راحت میتونه 3274 و 3266 رو ببینه و در صورت ریزش بیشتر که استراکچر تغییر پیدا کنه تا 3229 هم ریزشی بشه. پس این هفته خیلی مهمه اخبارها رو حتما در نظر بگیرید. اخبارهای لحظه‌ای که داره میاد ببینید که روی مارکت چه تأثیری میتونه داشته باشه. این لولی که مشخص کردم یه معامله باهاش گرفتیم روز جمعه. برای بچهای لایو مشخص کرده بودم که این لول مهمه و تا زمانی که نریم بالاش میتونه بریزه. یه سلی هم گرفتیم که تارگتمون که 3337 بود رو داد. در حال حاضر یک مقاومت خیلی مینوری 3352 داریم، اما مقاومت اصلی نیست. مقاومت اصلی به نظرم 3360 و 66 هست. اگر بخواد فروش خوبی بده اینجا فروش خوبی میده و 3373 لول بعدی هست تا 3378. مقاومت بعدی 3385 تا 3390 هست. چون مارکت کلا توی این 2 هفته اخیر به صورت رنج حرکت کرده و نقدینگی‌های زیادی روی چارت قرار داده، یکم نواحی بزرگ میشه. من براتون بهینه کردم که بتونید تصمیم گیری بکنید، پس سعی کنید روی نواحی حتما تاییدیه بگیرید. 3401 هم مثل 3314 تک لول هست و ریاکشن بهش برامون مهمه. خیلی مهمه که در نظر داشته باشین وقتی روند نزولیه موافق با اون روند وارد فروش بشین و در حمایت‌های تایم بالاتر وارد خرید بشین. امیدوارم هفته معاملاتی خوبی داشته باشین. موفق و پرسود باشین.